درود به شما. سید محمد احمدی هستم. مثل همیشه ممنونم که کلیپ های من رو نگاه میکنین. امروز میخوام در مورد دو شخصیت درونگرا و برونگرا باهاتون صحبت کنم. شخصیت های درونگرا افرادی هستند که بیشتر از اینکه توی جمع باشن و توی خوشوبش و صحبت کردن و سلام کردن و صحبت کردن با جمع و سر و صدا کردن باشن، بیشتر دوست دارن توی تنهایی خودشون باشن، با خودشون زمان بذارن یا نهایتاً بنویسن اگر اهل مطالعه باشن. شخصیت درونگرا زمانی که هر اتفاقی میفته بیشتر ترجیح میدن گوش بدن و ببینن چه اتفاقی میفته در نهایت اون موضوع. خب این دو تا شخصیت یه جاهایی هر شخصیتی خوبه، یه جاهایی نه. شخصیت درونگرا شخصیتیه که ترجیح میده مسائل رو توی ذهن خودش حلاجی کنه. و بعدش اینه که یه جاهایی شخصیت‌های درونگرا مثل گذشته خودم آسیب می‌بینن. مدام فکر کردن با خودت، مدام صحبت کردن با خودت، مدام راهکار خواستن از خودت بعد از یه مدت حجم فکری زیادی به تو میده و اگر این افکار رو ننویسی یا این افکار رو تخلیه نکنی به راهکارهایی که حالا خودتون میدونید این افکار تخلیه نشه، بعد از یه مدت این انبار اطلاعاتی که حل نشده توی ذهنت آسیب بهت میزنه. شاید با درونگرا بودن، شاید اون کسی که درونگراست میگه که من اینجوری بهتر حالم. درست داره میگه، به خاطر اینکه اون بهش عادت کرده، به اون شرایط، به اون طرز فکر، به اون دیدگاه و به اون سبک خودش. چرا این صحبت ها میکنم؟ قصدم اینه که بگم درونگرا بهتر یا برونگرا؟ جواب هیچ کدام بهتر از اون یکی نیست. توی هر حرکتی، توی هر کاری تعادل بهترین موردشه. یعنی شما یه شخصیتی داشته باشی که جایی که لازمه سکوت کنی، جایی که لازمه نظرت رو بگی. شخصیت‌های برونگرا شخصیت‌هایی هستن که مدام دنبال صحبت کردن، نظر دادن، خوشوبش کردن، تفریح رفتن، بیرون رفتن، خارج از خونه بودن در بیشتر تایم‌ها و با چند نفر در مورد مسائلشون حرف زدن، کوچکترین اتفاقی رو برای دوستای خودشون تعریف کردن و خیلی از مواردی که خودتون میدونید. شخصیت برونگرا خیلی میتونه به خودش توی مسائل مختلف کمک کنه، اما یه بدی هم که داره اینه که زمانی که تو توی هر اتفاقی سعی کنی صحبت کردن رو انتخاب کنی تا یه خورده فکر کردن، درکت نسبت به مسائل سطحی تر میشه. اما زمانی که سعی کنی در مورد هر اتفاقی فکر کنی، پردازش کنی توی ذهنت، درکت عمیق‌تر میشه و نسبت به تمام مسائل دیگه عمیق‌تر نگاه میکنی، دیدگاه عمیق‌تری داری و این شخصیت بهت کمک میکنه که توی هر موضوعی راهکار درست رو انتخاب کنی. زیاده روی توی هر دوی اینها اشتباس، چه توی درونگرا بودن چه توی برونگرا بودن. تعادل بهترین انتخابه. زمانی که شما زیاد فکر کنی، زیاد توی خودت باشی، اهل معاشرت و جمع نباشی، بعد از یه مدت اگر در بهترین شرایط افسردگی سراغتون نیاد، بعد از یه مدت تبدیل به آدمی میشی که تنهایی رو بیشتر از همه چیز دوست داری و تنهایی که بدون درک عمیق یا آگاهی بزرگی باشه آسیبت میزنه. اگر عادت کنی به شخصیت برونگرا بودن، مدام دنبال خندیدن، حرف زدن، صحبت کردن با جمع و از اتفاقایی که در میاد، اتفاقایی که میفته جوک ساختن یا هر چیزی که اینم بعد از یه مدت تو تبدیل به یه آدمی میشی که نسبت به همه چیز شوخی، نسبت به همه چیز سعی میکنی صحبت کنی، بخندی، جوک بزنی یا هر چی. و همینطور که گفتم این مورد درکت رو سطحی میکنه و بهترین چیزی که بهت کمک میکنه رو پیدا کنی تحقیق کردن در مورد این دو شخصیته و اینکه انتخاب کن با خودت. اگر توی سن 11 تا 22 سال هستی، توی این سن تو انتخاب میکنی درونگرا باشی یا برونگرا. به خاطر همین شد و تو توی این سن هر شخصیتی رو انتخاب کنی تا آخر عمر شخصیت با تو هست. پس توی مدت مراقب باش، بهترین انتخاب رو توی زندگی داشته باشی، اطلاعات کافی به دست بیار که بهترین انتخاب شخصیتت رو داشته باشی که این شخصیت توی کل عمرت با تو همراهه و بهت کمک میکنه. مثل همیشه ممنونم که با منی و این کلیپ ها رو نگاه میکنین. دوستتون دارم. خدایا رو نگهدارش.